دوستان عزیز سلام، امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشین. در این ویدیو ما با شما طریقه چک نمودن قند خون را با استفاده از دستگاه اکوچک آموزش میکنم. عزیزان من، قبل از همه باید دستکش ما پوشیده باشیم و وسایلی که ما ضرورت داریم الکلپت است و در این قسمت وسایلی که ما نیاز داریم لنسینگ دیوایس یا امو سوزن مخصوص خونگیر است. شما مشاهده کنید دوستان عزیز. و در این قسمت ماشین اکوچک است که با استفاده از همین ماشین ما قند خون چک میکنیم. عزیزان بیننده، به نام خدا. خب دوستان عزیز، ساحه را پاکاری میکنیم توسط الکلپت به شکل حلقوی از طرف مرکز به محیط به خاطر جلوگیری از امتحانات و باکتریاها. همین شکل بله، ساحه پاکاری شد. این هم استرپ اکوچک، سرش باز میکنیم. یک عدد استرپ را گرفته بله دوستا، به می شکل در دستگاه اکوچک قرار میتیم. به می شکل خب دوستا، دستگاه ما آماده چک کردن قند خون است و سوزن را پوش محافظتیش دور کرده. در قسمت انگشت شهادت، قسمت دستال وصل میکنیم به همین شکل. بله دوستان، خونی که اول خارج میشه را پاک کرده و خونی که بعداً خارج میشه را در قسمت مرکزی استرپ قرار میتیم به همین شکل. بله دوستا، حال منتظر میمونیم. بله دوستا، سابسکرایب یادتان نره دوستان عزیز.